پیش از وارد شدن به موضوع به این بیت‌های زیبای مولانا می‌پردازیم که چگونه فوق‌العاده گفتند: ای برادر تو همان اندیشه‌ای، مابقی تو استخوان و ریشه‌ای. گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خار تو خیمی گلخنی. اگر حقیقتاً به دنبال تغییر و تحول در زندگی خود هستید، شنیدن زندگی نامه ایلان ماسک که بسیار تکان دهنده و تاثیرگذار است به شما توصیه میکنیم. این داستانی بسیار زیبا و رمز و رازهای فراوانی را در پشت خود دارد که با شنیدن آن زندگی شما باوری داریم که دگرگون خواهد شد. اگر تا پایان این نوار درباره زندگی نامه ایلان ماسک همراه ما باشد، باوری داریم که برای خود حتما چیزی میگیرید. ایلان ماسک شخصیتی است که برای همه شما نام آشناست. او یکی از نوآوران ایالات متحده آمریکا، مهندس، اختراعکار و 38مین فرد قدرتمند جهان، 15مین ثروتمند در حوزه تکنولوژی و 100مین میلیاردر جهان در سال 2015 و امروز او به 1مین ثروتمند جهان تبدیل یافته است. او بنیانگذار شرکت‌های هیل، پیپل، تسلا موتورز و چندین شرکت‌های با نفوذ جهانی می باشد. او سال 1971 در خانواده فقیر در آفریقای جنوبی به دنیا آمد. او به دنیا آمده است که دنیا را به جای زیباتر و راحت‌تر برای زندگی تبدیل دهد. پروفسور هاوکینز معتقد بود که دنیا رو به نابودی پیش می رود. ایلان ماسک معتقد است که می توان با تغییر در مسیر انرژی جهان را پاک نگه داریم و به سمت صلح و موفقیت پیش رویم. و درس‌های بسیار زیادی برای شما دارد و به شما آموزش می‌دهد که چطور می‌توان زندگی خود را از صفر به نقطه بالا برساند. 21 رازی موفقیت میلیونرها از براین تریسی درباره آن بحث می‌کند که چگونه افراد می‌توانند میلیونر شوند. تفسیر این کتاب بر اساس ده‌ها تحلیل دقیق عادت‌ها و عمل‌های صدها میلیونر خودساخته که توسط براین تریسی صورت گرفته است استوار است. این کتاب فشرده و عملی به شما یک فرمولی قدم به قدم یاد می‌دهد تا بتوانید ثروتمند شوید. کتاب‌های ما را در همه سوپرمارکت‌های یاور دسترس کرده می‌توانید. طور همگان می‌دانیم در زندگی اتفاق‌های بسیار زیادی ممکن است به وجود بیاید که برخلاف خواسته دل ماست و این امری ردناپذیر است. همیشه یادتان باشد فراموش نکنید که شرایط زندگی شما هر چقدر که سخت‌تر باشد انگیزه شما را برای رسیدن به موفقیت افزایش می‌دهد، میگوید ایلان ماسک. در زندگی نامه او آمده است که خود او کودکی سخت و دشواری داشته است. زمانی که او بسیار کوچک بود، پدر و مادر او از هم جدا شدند و در همان سن کودکی با بازی‌های کامپیوتری آشنا شد و متوجه علاقه شدید خود به برنامه‌نویسی شد. در همان سن یک برنامه‌ریزی کوچک انجام داد که علاقه او را چندین مراتب بالا برد. ایلان ماسک در 15 سالگی یک برنامه نوشت که آن را به قیمت $500 فروخت و از همان موقع حس کرد که می تواند از این کار پول زیادی را به دست بیاورد و رشد کند. او که از بچگی علاقمند بود که به آمریکا برود، به خاطر اینکه شرایط برای او فراهم نشد مجبور شد که به کانادا به قصد ادامه تحصیل و پیشرفت سفر کند. ایلان ماسک آن زمان وقتی در مکتب از رویاپردازی‌های خود برای همدرس‌هایش تعریف می‌کرد و می‌گفت می‌خواهد که یک ماشین بسازد که مثل اتومبیل‌های فضایی باشد و بتواند پرواز کند، آنها او را مسخره کردند و می‌گفتند تو نمی‌توانی به خواسته هایت برسی چون تو از خانواده فقیر هستی. اما امروزه زندگی نام ایلان ماسک به دلیل موفقیت‌هایش در این زمینه الهام بخش بسیاری از افراد سیاره گردیده است. ایلان ماسک همان زمان با تحصیل خود در کانادا کار برنامه‌نویسی را جدی‌تر آموخت. آن روزها از سخت‌ترین روزهای زندگی او بود. بعضی شب‌ها از شدت گرسنگی خواب نمی‌کرد. با اینکه روزهای بسیار سختی بود، اما در قلب خود رویاهای بزرگی را می‌پرورانید. همین امر باعث شد به سختی و تلاش او کاری بکند، درس بخواند و موفق به گرفتن کوتا از امریکا شود.
او اختصاص کارشناسی را در رشته فیزیک به دست آورد، اما سالی بعد تصمیم گرفت که در دانشگاه وارانتونی رشته علوم اقتصادی را نیز به دست آورد که بتواند کارهایش را در سمت اقتصادی خودش راهاندازی کند. اما بعد از اینکه پذیرش دکتری خود را دریافت کرد، ماسک به زودی موفق شد در سال 1995 با همراهی برادرش کیمیل ماسک شرکت نرم افزاری زیپ2 را تأسیس داد و بلافاصله با نیویورک تایمز و چیکاگو قراردادهای را امضا کرد و فایده بسیار زیادی را به دست آورد. شما با هر فکر و احساساتتان به جهان هستی انرژی می‌دهید و در واقع انرژی شماست که زندگیتان را می‌سازد. ایلان ماسک در شرایطی که به شکست روبرو شد و خیلی ها او را مسخره می‌کردند و حتی همسرش با وجود 5 فرزند او را ترک کرد. و همسر دومش نیز که از بازیگران معروف هالیوود بود نیز از او جدا شد. اما او هر بار شکست می‌خورد قوی و قوی تر می‌شد و انگیزش بیشتر و بیشتر می‌گردید. دیر نپاید که موفق شد کمپانی تسلا را راه اندازی کند و ماشینی را طراحی کرد که می‌تواند به صورت خودکار کار کند. اسم پروژه آخری ایلان ماسک تو را بشریت نام دارد که به معنی زیاد کردن عمر انسان می‌پردازد و باعث گل زدن مغز انسان می شود که سلول های انسان پیر نمی شوند و انسان بتواند تا 2000 سال عمر ببیند. همچنین از آخرین ایده ها فرستادن انسان ها برای سفر به ماه است. زندگی ایلان ماسک این درس بزرگ را به ما می دهد که اگر هدف در سر دارد و برایتان مهم است، حتما آن را انجام دهید، حتی اگر نتیجه احتمالی آن شکست باشد. و فراموش نکنید، حتما باید داشته باشید که اگر در کارهای شکست نخورید، نمی توانید به اندازه کافی نوآور و خلاق شوید، میگوید ایلان ماسک. و راه‌های موفقیت در زندگی از جهت مختلف بررسی نشده باشد هم راز موفقیت ایلان ماسک این است که هیچگاه به انسان‌های منفی توجه نمی کند و او تأکید می کند که شما هم به این گونه انسان‌ها تکیه نکنید و نظرهای مخالفشان را گوش ندهید. اینک از جانب مرکز خرد کتاب بسیار خواندنی از سلسله کتاب‌های سرخواننده دنیا با زبان تاجیکی منتشر گردید. این کتاب نام دارد نیروی بی‌پایان، رمز و رموز موفقیت در زندگی، از سخنگو و چهره سرشناس جهان انتونی رابینز. در این کتاب شما میتوانید درباره چرا مردم از همدیگر فرق دارند، فرمول موفقیت نهایی، ارتباط با دنیای درون و بیرون، تأثیر برنامه‌ریزی در سرنوشت انسان، استراتژی و مانند این معلومات برای خود بگیرید. شما میتوانید این کتاب ما را در همین سوپرمارکت‌های یاور و دیگر دکان کتاب فروشی دسترس نمایید. خوب بیننده عزیز، ما کوتاه و موجز درباره زندگی نامه ایلان ماسک برای شما معلومات دادیم و هدف ما از تهیه این برنامه این بود که یک انسان وقتی شکست میخورد و نومید نمیگردد و دنبال عملی گردشتن رؤیاهایش میشود، حتما این روز نه روز دیگر، این هفته نه هفته دیگر و یا این ماه نه ماه دیگر و یا سال نه سال دیگر حتما به آن دست خواهد یافت. اما آنهایی که در قدم‌های اولین ناموفقیت یعنی شکست کناره میگیرند و از رویاهایشان دست میکشند، آنها به جای نمیرسند. ما به همین خاطر یک چهره سرشناس امروز جهانی را برای شما مثال آوردیم که همین گونه تنها به سمت موفقیت ها نرسیده است و یا خوش شانس و یا خوش اقبال به دنیا نآمده است. اون نیز در برخورد و کوشش و تلاش‌های بردوام توانسته که در یک زندگی و یک عائله پاشخورده و ناسالم و یا به مبلغی نه چندان زیاد او توانست که خود را سازد و امروز همچون شخصیت رقم یک در جهان معروف، محبوب و مشهور گردد. و ما گفتنیم که شما هم این انرژی و این قابلیت را دارید که به سمت رویاهایتان قدم بردارید و حتما موفق خواهید شد. اگر در خصوص این نوار
پیشنهاد یا اطلاعاتی بیشتری دارید، خوشحال میشویم نقطه نظرتان را در کامنتاری ها نویسید و شاد و پیروز و موفق و سریحال بمانید. با دیگر برنامه‌های مرکزی خرد بمانید.